هیچی نمیخوای بگی خانم حیاتی؟ چی بگم؟ دیگه شورشو در آوردی دختر حسابی. این چندمین باره دارم از اینجور گزارشا در موردت میگیرم. من به خانم میرزایی توضیح بله شما خوب راهشو یاد گرفتید. هر طوری میشه خانم میرزایی میندازید جلو پشتش قایم میشید. برای برادرم مشکل یه بار برای برادرت یه مشکل پیش اومده، یه بار خودت حالت خراب شده، یه بار تو ترافیک گیر کردی. بابا این بنده‌های خدا به ما اعتماد کردن. از خون سالمندان که فرارین، بعد 70 80 سال زندگی هم که دیگه کسی واسهشون نمونده. یه دونه دلخوشی دارن، اونم اینه یه نفر از ما بره یه ساعت باهاشون صحبت کنه. فقط همین. یه هم صحبت، بابتش دارن پولم میدن. اون وقت شما نیم ساعتشو پیچوندی؟ یا زود میای بیرون، یا میشینی خونهشون تلویزیون نگاه میکنی، یا جلوشون سیگار میکشی. ده بابا یکم مسئولیت سرت بشه. خیر سرمون اینجا داریم یه کار انسانی انجام میدیم. اگه خوشت نمیاد نمیتونی ادامه بدی تکلیف ما رو روشن کن. ولی اگه کار آسان‌تر از این هم گیرت اومد به ما هم خبر بده. تکلیفی دیگه تکرار نمیشه. قول میدم. امیدوار. آدرس امروزی تو واسط فرستادم. فقط به اسم پرستارش رزرو شده، نه خودش. بله دیدم. میره اونجا احتمالاً پرستارش هم هنوز اونجا باشه. تو سرت به کار خودت باشه. اون اگه از پرستارش خوشش میاد از ما خدمات نمیخواست. چشم حتما. بسم الله. بس دیگه میکشی خودتو. اعصابم خورده. تو کی اعصابت خورد نیست؟ از داداشت چه خبر؟ داداشم کجا بود؟ من داداش ندارم که. حوصله نداشتم از خونه یارو اومدم بیرون. اینام خجالت نمیکشن تو این سن واسه نیم ساعت زنگ میزنن گزارش میدن. اونا که پول دادن. حالا ما گناه نداریم. میدونی چیه؟ حس میکنم زورم دیگه به هیچی نمیرسه. نه زورم میرسه اینجا بمونم، نه زورم میرسه کاری که میخوام و پیدا کنم، نه پولم به مهاجرت میرسه. حتی زورم به تکلیف این پیر پاتالام نمیرسه. هیچکی هم نیست بیاد یه کاری کنه. چقدرم که تو به آدم‌ها اعتماد داری. من که دوستتم نمیدونستم داداش نداری. والا تا اونجایی که من میدونم زندگی تو اونقدر هم بد نیست. خودت میگی تا جایی که تو میدونی. اونجایی که تو میدونی نصف بدبختیای منم نیست. حق من اینه. من باید اینجا کار کنم. من دارم همینجا کار میکنم ها. حالا اینا رو ولش کن. بیا ببین امیر واسم چی گرفته. ببین همینطوری بدون هیچ مناسبتی اینو برداشت آورد داد به من. اینقدر خوشحال شدم که نگو. اصلا نمیدونم از کجا فهمیده بود مبارکه. که از وحید خبری نشد؟ میگم تو تا حالا به این فکر کردی که شاید توی دنیای دیگه یه من دیگه یا یه توی دیگه وجود داشته باشه که خیلی موفق‌تر و خوشحال‌تر و قوی‌تر از من و توی الان باشه؟ من میگم اگه از کاش بیاد یه کمکی کنه. چرا نمیری پیش پدر مادره؟ چون اونا تو شمال دارن از زندگی مزخرفشون لذت میبرن. آخرین خاطره خوشی که از اونا دارم واسه تولد 12 سالگی من. از اون روز فقط یه عکس چاپ شد که اونم پیش منه. دیگه هیچی از اونا به من نمیرسه.
شما از شرکت اومدین؟ بله. من پرستارشم. میرم بیرون، زود برمیگردم. فعلا خوابه. ماما این پیرزنه هنوز خوابه. به تکلیف بگم یا بذارم یه ساعت بگذره؟ خانوم، خانوم، خانوم.